خدا درود بر شما همراهان گرامی. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. با مجموعه آموزش‌های سی شارپ در خدمتتون هستم با قسمت دوم از کنترل های ویندوز هوم. در قسمت قبل یک سری اطلاعات در مورد اتریبیوت های کلی فرم ها و اینکه فرق کنترل با کامپوننت چی هست در مورد اینا صحبت کردیم و تکست باکس و ماسک تکست باکس و باتن رو خدمتتون معرفی کردیم. حالا میایم چند تا از کنترل های دیگر رو هم خدمتتون معرفی میکنم. یکی دیگه از پرکاربردترین کنترل های ما لیست باکس هست. همونطور که از اسمش پیداست، لیست باکس برای لیست کردن یک سری آیتم ها استفاده میشه. یعنی اینکه یک لیستی هست، ما مقادیر رو بهش میتونیم اضافه کنیم، حالا یا جهت نمایش باشه یا حتی اگر بخوایم بعداً ازشون استفاده کنیم هم کاربرد دارن. نحوه اضافه کردن مقدار به لیست باکس به این صورت هست که مثلا من یه باتنی برای این کار ایجاد میکنم، add to list رو میزنم. خب وقتی add to list رو میخوایم اضافه کنیم، ببینید مینویسیم لیست باکس یک دات. اینجا دقت کنید یک گزینه ای هست، یک پراپرتی داره به اسم آیتمز به صورت مجموعه هست. خب یعنی مجموعه آیتم های لیست باکس یک. حالا من میخوام به اینها اد کنم. ببینید کارهای مختلفی میتونم انجام بدم. کلیر میتونم بکنم، یعنی اینکه کل آیتم هاشو پاک کنم. ریموو کنم، یعنی یک آیتم خاصی رو حذف کنم. اد کنم، ریموو ات. حالا جلوتر میگم ریموو و ریموو ات چه فرقی با هم دارن. یکی ایندکس میگیره، یعنی دقیقاً جای خاصی رو انجام میده. حالا ریموو هم به یک شکل دیگه. اد هم یعنی اینکه من یک چیزی رو به آیتم، در واقع به آیتم های لیست باکس هم اضافه کنم. حالا اینجا ببینید نوشته یک داده از نوع آبجکت بده به من. حالا من میتونم اینجا هم تکست بدم هم عدد بدم، یعنی هر چیزی که میتونه باشه به لیست اضافه کنم. مثلا من اینجا می نویسم آیتم یک به صورت یک استرینگ بهش دادم. خب یا میتونم همین رو تکرار کنم و اینجا مقدار 2 رو بهش اضافه کنم. یعنی اینجا الان 2 تا آیتم به لیست باکس اضافه خواهد شد، یکی آیتم یکی 2. ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینید اد تو لیست رو که میزنم، آیتم 1 و 2 به در واقع آیتم ها اضافه شدن. هر کدوم هم با اندیس مشخصی در آیتم های لیست باکس اضافه میشن. یعنی این اندیس صفرم هست، اندیس 1 و الی آخر. و میتونم برای هر کدوم از اینا در واقع کاربردهای خاصی تعریف کنم. یعنی مثلا اگر روی این کلیک بشه یا مثلا این تغییر ایجاد بشه، میتونم اینا رو تعریف کنم که انجام بشه. خب من روی لیست باکس کلیک میکنم تا ببینم مهمترین ایونتی که برای این کنترل وجود داره چی هست. ببینید selected index changed، یعنی اینکه وقتی لیست باکس شامل یک سری آیتم ها هست، من هر کدوم از اینا رو انتخاب کنم این اتفاق بیفته. حالا چه اتفاقی میتونیم اینجا تعریفش کنیم. یعنی مثلا من روی اندیس یکم کلیک کنم، این متوجه میشه که اندیس انتخاب شده لیست باکس عوض شد. حالا برم روی 1 کلیک کنم، میگه که حالا عوض شد، این کار انجام بده. من اندیس هم به صورت عدد هست، یعنی میتونم یه متغیری به اسم ایندکس از نوع این تعریف کنم، بگم که لیست باکس 1 دات سلکتد ایندکسش اندیس چندم بود. یعنی مثلا من روی اولی کلیک کنم، روی این داخل این متغیر 0 قرار خواهد گرفت. حالا میخوایم این رو هم نمایش بدیم. برای نمایش دادن از گفتیم که مسیج باکس مثلا میتونیم کمک بگیریم. اینجا می نویسیم که ایندکس
دریافت شده از بالا رو نمایش بده. چرا خطا داره؟ چون مسیج باکس فقط استرینگ رو نمایش میده. ما یک تبدیل نو انجام میدیم و تبدیلش میکنیم به استرینگ و کار تمام هست. حالا من روی هر آیتمی کلیک کنم، وقتی که اندیس عوض میشه این اتفاق برای من رخ میده. مثلا اول اینا رو میدم، حالا ببینید روی اولی کلیک کردم میگه که اندیس 0 هست، روی دومی کلیک کردم میگه که 1 هست. پس من اندیس ها رو میتونم از طریق کلیک روی آیتم های لیست باکس به دست بیارم که حالا کاربردهای مختلفی هم میتونه داشته باشه. یعنی ما میتونیم روی این اندیس ها کارهای زیادی انجام بدیم. حالا اگه بخوایم مثلا توی باتن 2، البته این مثال رو در حلقه ها زدیم، اینجا فقط تکرارش میکنیم که ببینیم به چه شکل است. فور رو انتخاب میکنم بچه. یک نکته ریز، وقتی فور رو میزنید، اگر دکمه تب رو 2 بار بزنید، ساختار فور رو براتون سی شارپ اتوماتیک ایجاد خواهد کرد. حالا من اینجا می نویسم که از 0 تا مثلا 10 لیست باکس 1 دات آیتم هاش اضافه بشه. چی اضافه بشه؟ مثلا آیی که یکی یکی میره بالا. آی چون عدد هست تبدیلش میکنم به استرینگ و تمام. یعنی این رو که میزنم 10 تا آیتم بهش اضافه میشه. حالا روی هر کدومم در واقع کلیک کنم اندیسش برای من نمایش داده میشه، صفرم، و حالا به این شکل مشخص هستش که چه کاری میخواد انجام بده. حالا ما به جای این یعنی تابع اد میتونیم از یه تابع دیگه هم برای اضافه کردن آیتم به لیست باکسمون استفاده کنیم. اون هم تابع اینسرت هست. خب اینسرت به چه شکلی هست؟ ببینید اینسرت یه آیتمی رو اضافه میکنه، منتها ما میتونیم بگیم کجای لیست باکس اضافه کنه، یعنی روی کدوم اندیس این رو اضافه کنه. فرض کنید ما این رو اجرا کردیم، 10 تا آیتم الان توی لیست باکسمون وجود داره. من میگم که لیست باکس 1 دات آیتمز دات اینسرت. خب وقتی اینسرت رو در واقع تایپ میکنیم، از ما 2 تا پارامتر ورودی میخواد. حالا من توی ویدیویی که در مورد توابع هست همه اینها رو به صورت کامل توضیح میدم که ورودی تابع به چه شکل است، خروجی تابع به چه شکلی است، این ویدی که نوشتیم به چه شکلی است. اگر میخواید اینا رو کامل یاد بگیرید، ویدیوی مربوط به توابع رو حتما تماشا کنید. خب من اینجا وقتی اینسرت رو میزنم میگه که اول اندیست رو بده، یعنی کدوم اندیس میخوای این قرار بگیره. مثلا من میگم اندیس 4. میگه بعد حالا چی میخوای قرار بگیره؟ میام میگم که آیتم 4 مثلا. یعنی به جای اینکه اد کنم، چون اد میاد پشت سر هم، یعنی از آخرین اندیسی که توی لیست باکس وجود داره یکی بهش اضافه میکنه، ولی این در واقع اینسرت میاد جای مشخصی رو برای وارد کردن آبجکتمون انتخاب میکنه و میذاره دقیقا اونجا. حالا ما این رو بیایم اجراش کنیم ببینیم که خروجی به چه شکل خواهد بود. من میام توی add to list، حالا این رو که میزنم 10 تا رو اضافه میکنه. حالا 0 1 2 3 4، یعنی اینجایی که 4 هست حالا من اینسرت رو انجام میدم. ببینید این رو میذاره دقیقا تو نقطه 4، اینا رو شیفت میده. الان این اندیسش شده 5، یعنی خودش به صورت اتوماتیک یه دونه شیفت داد به آیتم های داخل لیست باکس هم. پس ما میتونیم از این طریق مدیریت هم بکنیم، یعنی بگیم که در واقع چه آیتمی رو کجای لیست دقیقاً قرار بده. خب این از بابت اضافه کردن. حالا ما برای پاک کردن آیتم ها هم مواردی رو داریم، یعنی دستوراتی برای پاک کردن هم داریم که اسم تابع ریموو هست.
ما این رو کد نویسی کنیم که ببینیم به چه شکلی. خب می نویسیم لیست باکس یک دات آیتمز دات ریموو. وقتی من ریموو رو استفاده می کنم میگه که یک ولیو به من بده، یعنی مقداری رو که میخوای پاک کنی رو به من نشون بده. حالا ما اینجا نه اندیسی براش مشخص میکنیم نه چیزی، فقط میاد اون مقداری رو که داخل لیست هست اون رو برای ما پیدا میکنه و پاک میکنه. مثلا من 5 رو میدم، میگم یعنی آیتمی که مقدارش 5 هست رو برای من پاک کن. حالا این رو دوباره اجراش بکنیم. اول لیست رو پر میکنیم که اون اعداد رو وارد لیست بکنه. من حالا ریموو رو میزنم که البته باید در قسمت ولیوی که میدیم چون به صورت رشته هست اون ولیو به صورت استرینگ بهش داده بشه. یعنی ببینید ما ریموو مقدار رو به صورت استرینگ باید. من 5 رو میدم. خب لیست رو اد کردیم، حالا ریموو رو میزنیم. ببینید 5 برای ما پاک شد اینجا. پس این ریموو به این شکل کار میکنه. حالا ما حالت ریموو ات هم داریم، یعنی لیست باکس یک دات آیتمز دات ریموو ات. اینجا از ما ایندکس میخواد، میگه که کدوم اندیس رو برات پاک کنم. مثلا من میگم 8 رو. این دیگه به ولی و اینا کار نداره، میاد دقیقاً آیتمی که توی لیست ما 8 هست رو برای ما پاک میکنه. خب من اد تو لیست رو میزنم، وقتی ریموو میکنم 8 رو برای من حذفش میکنه. خب ما میتونیم در واقع سناریوهای مختلفی بذاریم. حالا ما تو اینسرت و اد اومدیم خودمون دستی مقدار دادیم، میتونیم به جای اینها بنویسیم که مثلا از تکست باکس یک مقدار رو بگیر و اونجا بذار، یعنی به صورت آپشنال میتونیم این کار انجام بدیم. بعد از ریموو ها میتونیم مثلا یه پیغامی بدیم مسیج باکس دات شو، مثلا بگیم که item is removed، مثلا که موقع وقتی انجام داد این یه پیغامی هم به ما بده که این کار انجام شد. پس از این طریق ما میتونیم عملیات حذف رو هم داشته باشیم. همچنین دستور کلیر رو داریم، یعنی ما میتونیم کلیه آیتم هایی که داخل لیست باکس هستن رو یک جا پاک کنیم. برای همین میایم دستور لیست باکس یک دات آیتمز دات کلیر رو انتخاب میکنیم که همه موارد رو پاک میکنه. حالا یک مورد دیگه، ما وقتی روی کنترل ها کلیک میکنیم، درسته مهمترین در واقع ایونتی که برای اون کنترل هست رو برای ما ایجاد میکنه که ما کد بنویسیم، ولی معنیش این نیستش که فقط این ایونت براش وجود داره. یعنی اگر ما لیست باکس رو انتخاب کنیم بیایم داخل ایونت هایی که اینجا هست، ما میتونیم چیزای زیادی رو ببینیم. یعنی در واقع ایونت های زیادی هست. وقتی موس روش در واقع روی این آیتم حرکت میکنه یا مثلا دکمه خاصی میزنیم، کی پرس میکنیم، یا کلی در واقع چیزهای دیگه ای که ما در واقع براش میتونیم تعریف کنیم. همچنین ما میتونیم تعداد آیتم هایی که داخل این هست رو هم نشون بدیم. یعنی یه تکست باکس بذاریم، یه لیبل بغلش بزنیم که این مثلا مربوط به کانت هست، یعنی تعداد لیست ها هست. ما هر آیتمی که اد میکنیم
میتونیم در انتها این رو هم محاسبه کنیم. یعنی مثلا اد تو لیستی که میذاریم اینجا مثلا میگیم 5 تا. خب وقتی میگیم حلقه تموم شد، حالا خاطرتون باشه گفتم برای اینا اسم بذاریم که الان من فراموش کردم تکست باکس چند بود. مثلا می نویسیم count underline txt. من وقتی میگم این حلقه تموم شد count txt.text برابر باشه با لیست باکس یک .items.count، یعنی تعدادش. خودش ببینید ادامه کد رو برای من آورده، میگه چون کانت خودش اینت هست باید یه تبدیل نو هم به استرینگ تبدیل بشه، چون میخوام داخل یک کنترل استرینگ نمایش بدم. من تب رو میزنم و این کار انجام میشه. کانت در واقع چی؟ این در واقع این مقدار رو داخل تکست باکس کانت نمایش میده. من اد تو لیست باکس رو که میزنم تعدادش اینجا هست، منتها پاک میکنم چیزی تعریف نکردم. من میتونم در واقع برای ریمووم یه حالت حرفه‌ای تر بذارم، مثلا بگم که توی ریموو اینجا ریموو ات گذاشتیم، مثلا تعریف کردیم 8، منتها من میتونم اینجا بیام بگم که یه ایندکسی باشه، ایندکس مساوی باشه با لیست باکس یک .items .selected ببخشید لیست باکس یک .selected index، یعنی اینکه این اندیس رو بذارم داخل این و این رو بدم به ریمووت، یعنی هر کدوم رو که انتخاب میکنم رو پاک کنه. یعنی اول روی لیست باکس باید یک آیتمی رو انتخاب بکنم، بعد بگم که ریمووت اون اندیس رو پاک کنه و بعد از اینکه پاک کرد این پیغام رو نمایش بده و دستوری که برای اضافه کردن نوشتیم رو هم میتونیم به انتهای این اضافه کنیم، یعنی وقتی آیتم کم میشه همون تعداد رو درست نشون بده. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا من اد تو لیست رو زدم 5 تا، 3 انتخاب شده، من ریمووش میکنم. خب آیتم is removed، الان 4 تا شد، 4 رو انتخاب میکنم، ریمووش میکنم، آیتم is removed. خب ببینید الان 3 تا مونده. من اگه اینو بزنم دوباره 5 تا بهش اضافه میکنه. ببینید اومد الان 8 تا شد، من دوباره یکی رو انتخاب میکنم، آیتم is removed 7 تا شد. بس من میتونم از در واقع این پارامترهایی که داخل لیست باکس هست این موارد رو محاسبه کنم و نمایش بدم. خب پس این از لیست باکس که خیلی پرکاربرد هست و میتونیم کارهای زیادی باش بکنیم. خب مورد بعدی یا کنترلی که میخوام خدمتتون معرفیش بکنم رادیو باتن هست. ببینید رادیو باتن یعنی حالت انتخاب دادن از بین چند گزینه به صورتی که در لحظه فقط یکی از اینا رو میشه انتخاب کرد. یعنی مثلا من میگم که این آیتم 1 هست، این آیتم 2 هست، این آیتم 3 هست. حالا اسمیه که خودم گذاشتم روش و هر لحظه یکی از اینا میتونه انتخاب شده باشه. انتخاب شدن اینها هم از طریق پارامتری هست به اسم checked که هم الان فالسه. مثلا من آیتم 3 رو اگر چکدش رو ترو کنم این به حالت انتخاب شده است. توی ران تایم همیشه یکی از اینها میتونه انتخاب بشه، یعنی ما هر 3 تا رو نمیتونیم انتخاب کنیم هر زمان، همیشه فقط یکیش به صورت. البته این مال زمانی هستش که داخل یک کانتینر هستن. دوستان ما یک سری
کنترل هایی داریم که کانتینر بهش میگن، یعنی خودشون داخل خودشون چند تا کنترل رو میتونن جا بدن. مثلا همین فرمی که ما داریم خودش یک کانتینر هست، یعنی شامل تعداد زیادی کنترل هست. مثلا من پنل رو دارم که میتونم اینا رو اینجا هم داشته باشم، منتها الان چیزی که اتفاق میفته اینه، ببینید من اینا رو که تغییر میدم با این متفاوته، یعنی این کانتینری که با این داره فرق میکنه. اینا داخل فرم هستن، اینا داخل اون پنل هستن. حالا این پنل رو هم دیگه اینجا گفتیم یه کنترلیه فقط برای محدوده سازی، میتونیم یه جایی رو جدا کنیم برای کارهای خاصی، مثلا بوردر استایلش رو 3 بعدی بدیم و بک کالرش رو مثلا یه ذره متفاوت تر بکنیم که موقع اجرا این دیده بشه. کار خاصی نمیکنه، فقط یک محدوده ای رو تعریف میکنیم که حالا جداسازی کنترل ها هست و همین کاری که اینجا کردیم یکی از دلایل استفادهش هم میتونه باشه، یعنی ما به خاطر اینکه جدا کنیم اینا رو از هم دیگه و شاید موقعیت های مختلفی دارم و این سه تا یک جا باید با هم بررسی بشن و این سه تا جای دیگه. خب من اینا رو حالا روی فرم قرار دادم، میخوام ببینم که تو کد نویسی با اینا چی کار میتونیم انجام بدیم. ببینید اولا اسم اینها رو دقت کنید، رادیو باتن 1 2 3. خب اینها در واقع باید به صورت شرطی اجرا بشن. مثلا ما باید به برنامه بگیم که اگر این آیتم 1 انتخاب شده مثلا یک کاری رو انجام بده، اگر آیتم 2 انتخاب شده یک کار دیگه ای انجام بده، اگر آیتم 3 انتخاب شده یک کار دیگه ای انجام بده. و این اگرها رو هم یاد گرفتیم که با استفاده از دستور ایف قراره انجام بدیم. مثلا من یک باتنی اینجا قرار میدم، این اینسرت میکنه به لیست باکس هم چی و حالا یکی از این آیتم هایی که انتخاب شده. حالا یه همچین باتنی میذارم اینجا. حالا اینجا میگم که if رادیو باتن 1 داد، گفتیم که checked یعنی چی؟ یعنی انتخاب شده. اگر چکتش از نوع بولین هست یعنی ترو فالس میگیره. این چکت مثل اینکه یک متغیریه که مقدار ترو فالس قرار میگیره داخل رادیو باتنه. من میگم رادیو باتن 1 دات چکتم اگر ترو بود یعنی اینکه انتخاب شده بود، بیا لیست باکس یعنی به آیتم 1 رو به لیست باکس موجودم اضافه کن. اینجا میگم که آیتم 1. خب حالا من اون ستا رو میخوام با هم دیگه بررسی کنم. میام میگم که 3 تا بررسی، یکی برای آیتم 2 و یکی 3. حالا اینجا هم آیتم در واقع 3 رو اضافه میکنه و اینجا هم آیتم 2 رو. یعنی اگر رادیو باتن 1 انتخاب شده باشه چکتش ترو باشه آیتم 1 و به این صورت. حالا اینو اجراش میکنم. پیشفرضم گفتیم که آیتم 3، ببین همیشه موقع فرم لودم آیتم 3 فعال هست. اگر این رو انتخاب کنم آیتم 3 اضافه میشه، اگر روی 1 باشه آیتم 1 اضافه میشه، اگر 2 باشه آیتم 2 انتخاب میشه. مثلا اینجا این کنترل برای زمانهایی هستش که ما میخوایم شرایط رو تعریف کنیم. مثلا بگیم که این آیتم جنسیت هست، اگر آیتم 1 انتخاب بشه مثلا یک سری اطلاعات دیگه ای از ما بگیر، اگر جنسیت مثلا زن انتخاب بشه یک سری آیتم ها دیگه، مثلا تو مرد بگیم که اطلاعات نظام وظیفه رو بگیر، توی آیتم 2 که جنسیت زن انتخاب شده مثلا اینا رو ملاحظه نکن، فیلتر اجباری نکن. و به این صورت ما میتونیم که برای شرط گذاشتن توی رویدادها از این آیتم ها استفاده بکنیم. پس
حالت استفاده این کنترل ها رو متوجه شدیم. من اینا رو هم پاک میکنم. اینو فقط به خاطر این گذاشته بودم که ببینید اگر یه کانتینر دیگه داخل فرمم باشه، رادیو باتن ها رو اونجا با هم دیگه جور دیگه مقایسه میکنه. یه کنترل دیگه شبیه این هم وجود داره به اسم چک باکس. چک باکس هم برای انتخاب کردن هست، منتها با این تفاوت، یعنی عین رادیو باتن منتها با این تفاوت که اینجوری نیستش که همیشه یکی از اینا باید انتخاب بشه. ما چندین مورد رو میتونیم انتخاب بکنیم. مثلا شما مثل اینکه یه چک لیست دارید، میگید آیتم های 2 و 4 و 6 رو انتخاب میکنم، یعنی اینا رو هم میتونید یه دونش رو انتخاب میکنید، هم میتونید همش رو انتخاب بکنید. من چند تا از این تکست باکس ها رو روی فرم قرار میدم. کنترل ها رو به این شکل کپی پیست هم میتونید بکنید. اسماشون هم به ترتیب میبینیم: چک باکس 1، چک باکس 2. اینها هم یک در واقع پراپرتی دارن به اسم چکت که از نوع بولیان ترو فولس قبول میکنه و ما میتونیم از طریق اون انتخاب شدن یا عدم انتخابشون رو تشخیص بدیم. حالا اینجا هم من یه باتنی عین همین میذارم زیر اینها و شرط ها مثل رادیو باتنه. میگم if چک باکس 1 دات چکت مساوی ترو هست، این اضافه کردن آیتم رو انجام میدم. حالا این رو برای 4 تا چک باکس هم می نویسم تا ایناشو در واقع عوض میکنم. 3 و 4، آیتم 4، آیتم 3، آیتم 2. اینا رو به این شکل اضافه میکنم به لیستم. حالا اجرا کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب من اگه چک باکس 1 رو انتخاب کنم، ببینید آیتم 1 اضافه میشه. حالا 3 و 4 رو اضافه میکنم، ببینید آیتم 3 و 4 اضافه شد. حالا کلیر میکنم، هر 4 تا رو انتخاب کردم و 4 تا انتخاب میشه. ببینید کلیر نکنید، هر چند بار بزنید این آیتم ها اضافه میشن به ادامه در واقع این لیستمون. اینم سر جاشه و باز کلیر میکنم، مثلا 1 و 4 که میبینم کاملا درست هست. و پس این هم به صورت شرط میتونم تعریف کنم که به چه شکلی آیتم هام بررسی بشن. یعنی اگر کدی داشته باشم که مثلا موارد انتخابی داخلش هست، میتونم از چک باکس ها استفاده کنم. اگر هم شرط هایی هستش که فقط همیشه یک حالت باید انتخاب بشه، رادیو باتن هست. خب ما امروز در واقع تا این قسمت از کنترل ها رو با هم دیگه کار کردیم. ادامه کنترل ها رو من به خاطر طولانی تر شدن ویدیو نگه میدارم برای ویدیوهای بعدی. امیدوارم که این آموزش مورد در واقع رضایت شما بوده باشه و بتونید ازش استفاده کنید و کاملا درک کرده باشید که این مسائل رو، چون این کنترل ها یکی از ارکان اصلی برنامه نویسی ویندوز فرم هست که ما باید اینا رو بشناسیم و بدونیم چه قابلیت هایی داره و تو سناریوهای های مختلف ما میتونیم از همه اینها استفاده کنیم. منتها فرمی یوزر فرندلی تر و قوی تر هست از لحاظ فنی که آیتم ها و کنترل ها درست انتخاب شده باشند و کاربر بتونه راحت باشون کار کنه. مثلا من به جای این آیتم ها میتونم تکست باکس بذارم که بنویسه و من بگم اگر آیتم 1 نوشته این کار رو بکن مثلا، ولی اینجا با یک کلیک میتونه انجام بده. و یک قانون کلی در مورد
کنترل ها، حالا این تو وب هم وجود داره، توی ویندوز فرم هم وجود داره، توی حتی اپلیکیشن های موبایل هم وجود داره و اون قانون اینه که تا جایی که امکانش هست کاربر چیزی تایپ نکنه و انتخاب کنه فقط. مثلا ما میبینیم که نوشته شهر محل تولد، یکی از تکست باکس بذاره ما بنویسیم تبریز یا تهران یا مثلا اصفهان، یکی هم هست یه منوی باشه شهرها اونجا باشه، ما فقط سلکت کنیم که منظورمون این شهر بود. یا مثلا تاریخ تولد رو گذاشته، ما به جای تکست باکس خالی میتونیم از ماسک تکست باکس استفاده کنیم که فرمت ورودی درستی انتخاب شده باشه. و الان هم در سامانهای مختلف ما میبینیم که مثلا ماه و روز و سال رو حتی انتخاب میکنیم. مثلا سال یه منوی کرکره‌ایه، حالا تو قسمت‌های بعدی یاد خواهیم گرفت. مثلا میگیم سال 1300 و فلان، ماه هم 12 ماه اونجا لیست شده، یکیشو انتخاب میکنیم. روز هم حتی از 0 تا 31 لیست شده، ما یکی رو انتخاب میکنیم و یعنی چیزی تایپ نمی کنیم. این قانون نانوشته است که یوزر فرندلی بودن یا راحتی کاربر رو اولا افزایش میده، ثانیاً جلوگیری میکنه از ورود داده های با فرمت غلط. چون داده هایی که فرمتشون غلط باشه تو پردازش های بعدی تو کار کردن باهاشون ما رو دچار مشکل میکنه و باعث میشه ارورهای منطقی مختلفی رخ بدن که با استفاده از این ولیدیشن هایی که ما میذاریم و در واقع کنترل هایی که حالت انتخاب میدیم نه تایپ کردن، جلوی این کارها رو میگیریم. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.